یک زن خوشندام و تنگ برای خوشحال کردن شوهرش و گرم کردن رابطش با اون دوست صمیمیشو وارد رابطه میکنه تا تریسام بزنن. اما چرا با این حال که زن برای شوهرش هر کاری میکنه اون باز خیانت میکنه؟ این تو بچگیم چون داد این کار را میکنه؟ حتما چون داده. فیلم خیس و آبکی امروز در مورد زندگی زناشویی اما چونتنگ و جاش کمرخروسیه که 10 ساله با هم ازدواج کردن و 2 تا دختر دارن. اما از موقعی که بچه ها میان تو زندگی و مشغله زیاد میشه دیگه کم کم شالاب شلوب های شبانه جاشو به نکن مزاحم اومد میکشه. مزاحم اومد. بچه ها رو برای تعطیلات دارن میبرن به یک کمپ یه هفته‌ای و جاش اما قرار تنها باشن. وقتی حوصله‌شون سر رفته و نمیدونن چیکار کنن، اما میگه بیا یاد قدیما چند راند وحشی و پرتوف بریم. اما رابطه‌شون اصلا خوب پیش نمیره و جاش کمرخروسی میریزه توش. آخه خیلی وقت بود با هم روی کار نرفته بودن. انسانی و اخلاقی نیست. به جدتون قسمتون میدم دیگه از این کارا نکنید. فردا ما وقتی به یک گالری هنری همراه همکارش رفته، اونجا مارلن رفیق دوران مدرسه‌شو میبینه و مارلن میگه که تو از بچگی خوب چونی داشتی ها و همیشه دوست داشتم زمینت بزنم لعنتی. که زنه میگه پیش رفیقم نگو من دیگه شوهر دارم انت. و بعد کمی لاس زدن میره خونه. با اون بازی نکن. دوست کمرخروسیمون وقتی با یک همکار چینی تنگ اما با تجربه حرف میزنه میفهمه بقیه چند بار رابطه در هفته دارن طبیعتا و گاهند روزی چند بار رو هم میکنن بقیه و میفهمه این مدت برای زنش خیلی کم گذاشته و وقتی چینی تنگ میفهمه این چندین ماه و ساله که پاکه و نکرده پشمای کلوچش هم میریزه. خیلی اوضاع خیته. فردا اما که معلم هنره بعد مدرسه مارلن رو میبینه که دست به موز میاد تو و میگه اومدم یه بار دیگه چونه تو دید بزنم. آخه اندامت رو فرم گل اندام. و با دیدن نقاشی های بچه های کلاس پشماش میریزه و موقع خدافزی میگه حیف که شوهر کردی وگرنه دوست داشتم یه بار لنگات آسمونی کنم. آخه اینجا بوکانه میکنمت بوس پولت هم نمیدم و میره. زنه که شوهرش براش کافی نبوده حالا که یک مرد پررو رو دیده ناخواسته تصور میکنه تو فکرش که بهش بده. اما این فکر شروع چیزای بدی میشه. چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ جاش و اما عصری با هم خرید میرن که میبینن 2 تا از دوستای قدیمیشون که خیلی با هم خوب بودن دارن از هم جدا میشن و میفهمن دلیلش اینه که 2 سال شالاب شلوب نکردن و وقتی میرسن خونه به هم میگن حالا که بچه ها نیستن باید یه خاکی به سرمون بکنیم و دوباره بتونیم با تمام وجود روی تخت سامورایی و داگی بریم و تصمیم میگیرن همو توی رابطه سورپرایز کنن تا دوباره آتش شهوت درونشون روشن بشه. فردا زنه برای کمک خواستن از رفیقش میپرسه به نظرت برای سورپرایز شوهرم چیکار کنم؟ اونم میگه هر مردی فانتزی تریسامو داره، منم که نمردم رفیق، میام 2 تایی بهش بدیم، رفاقت برای این روزاستی که. شب مرده میگه اسکل من تو رو هم خوب نمیتونم بکنم بوس، رفتی یکی دیگرم آوردی؟ راستشو بگو اگر دادی چی خیلی خطرناکه نده. اگر دادیش دیگه چون دادی دیگه ولی سعی کن چون نده بعدت برای مرده. شب رفیق خانم معلم میاد اما میفهمیم تو کف اما بوده و این پیشنهادو داده که با اون هم خواب بشه ولی حیف این بانو نیست که آرجیبی باشن. و شب کلوچه نادریشون رو به لاهیجان بانو میمالن اما به آقای جاش اجازه ی حرکت نمیدن و اینایی که اومدن رابطهشون رو درست کنن اما ریدن بدتر. بله من همه جای دنیا میرم همینطوره. زنه میگه من که ریدم با فکر کردنم تو یه فکری بکن و مرد فردا اونو به یه پارتی خاک برسری توی یک کلاب خاک برسری میبره که همه پاها رو به آسمونه و توش انواع گناههای جنسی هست از زنا تا لواط که متاسفانه بابای دختره رو میبینن که با لباسای عجیب توی این زناکده حضور داره.
و دختره خیلی ناراحت میشه که به مادرش خیانت میکنه و پیرمرده میگه نه ما دوتامون اینجاییم و مادرش هم جیندا تشریف دارن. حالا که دختره چیزای تلخی دیده بود میزنه بیرون و با حرف زدنهای مرد آروم میشه. نگاه این مادرته، این منم. دیگه مامان نداری، یکیمی درد بیگرمان. بعد کلی حرف زدن تصمیم میگیرن مواد بزنن. شاید این بازی کثیف توی نعشه تموم شه و جاش کمرخروسی بالاخره موفق شه با نشاط و شاداب و هیجان بکنه و جاش میره و از چینی با کمالات چون تنگ 2 قرص مشتی میگیره که برن فضا. مارلن هم هی شیطنت میکنه. این بار اومده تا گالری عکس‌های شاگردای اما رو بزنه و کم کم باهاش صمیمی بشه. یعنی یک گالری میخواد بزنه واسه اما که آقا عکسای بچه‌هاشو بیان بذاره اونجا بفروشه. فردا بعد کلی فضانوردی میرن روی عملیات. اما چه با قرص چه بی قرص کمرخروسیه. یه میم هم اینجا بزن. اصلا حالم خوب نیست، از زمین و زمان بیزارم. زنه میگه جاش یه رانده دیگه. مرده میگه فشار نیار سالار خراب میشه. زنه میگه بی شرف حداقل 2 دقیقه بکن. که مرده میگه فقط به فکر خودتی، منو درک نمی کنی که. زنه میگه از بس نکردی دارم خواب میبینم مارلن میاد منو میکنه. بابا بی شرف یه حرکتی بزن. و مرده که بهش بر میخوره خونه رو ترک میکنه و میره و شب یکی توی متل و دیگری توی خونه تنها میخوابن. مرد داستانشو برای چینی تنگ میگه و برای اذیت کردن زنه و ایجاد حسادت با گوشی جاش زنگ میزنه و با کلی خنده و نمک بازی میگه اشتباهی رو گوشیش نشستم زنگ خورد و جاش میگه شام من نمیام یکم کار دارم اداره میمونم و تا حرسشو در بیارن. اونم موقع شام تو گالری با مارلن میمونه و همه چیو براش میگه که مارلن میگه بابا جاش بیخاصیته، فقط خواسته حرستو در بیاره تا با سنت بسوزه. اینم که حالا فهمیده گول خورده فوری میره و میخوابونه زیر گوش مرده و مارلن بهم گفت که این کارو کردی الکی حسودی کنم. و وقتی این میفهمه این با مارلن درد و دل کرده برای رابطه‌ای که باز به جایی رسیده بود که داشت درست میشد همه چی، باز همه چی خراب میشه و مثل بچه ها میذاره و میره. شب دختر چینی تنگ میاد و میگه امشب به کمکت توی یه مهمونی نیاز دارم، منو برسونی باید. و گوشی اینو بر میداره و میذاره یه جای خوب و کلیدشو یه جای خوبتر پیش کلوچه هاش. چه حالی دارم میکنم جون؟ زن امشب با مارلین نمایشگاه داره و زنگ میزنه تا شوهرشم بیاد، اما متاسفانه گوشی تو چون تنگ دختر چینیه پس ویبره هم نمیره. این مهمونیه که دوست پسر سابق دختر داخلش هست و دختره میخواد که حرسشو در بیاره، اما جاش بیخاصیت هر چی میگه بچسب نمیچسبه. هی میگه جیجی هامو بگیر تو مشتت و فلان و این گوش نمیده. پس این خودش میره و کرمشو میریزه ولی موفق نمیشه و ادای شکست خورده های عشقی رو در میاره و با جاش میرن کافه و کلی آب شنگولی میخورند و آخرم زهر خودشو میریزه. اون طرف مارلن که فهمیده این بیشوهر شده فوری میخواد جای خالی و با موز مناسب پر کنه و میدونه که اما این روزا زده بالا، پس اینم میچسبونه و سکانس تو جایی که دارن با هم حرف میزنن تموم میشه. فردا جاش کمرخروسی توی تخت با چینی قشنگه توی هتل بیدار میشه و وقتی از خودش برای کاراش متاسفه چینیه میگه دوست دارم و این میاد میگه اما من متأهلم و تنها عاشق امام، اون تمام زندگی منه و همه چیزم. و اینم میگه اسکل از بهت دادم که اینو بهت بفهمونم که تو عاشق اونی. یه مسلسل سنگین به من بدید، همه این دریوزه ها این پتیاره ها این پفیوز ها رو تیکه تیکشون میکنم با سرب داغ. معرفتشو. اما اما دیشب برای اینکه به فکر شوهرش بوده نداده و مارلن تو خماریش مونده. یه اسمس برای اما میاد که بیا اتاق 103 متل شایان، از اینجا با هم بریم دنبال بچه ها، من جاشم. جاش که به خونه اومده تا با اما برن دنبال بچه ها میبینه که اما نیست و مشکوک میشه که نکنه زیر مارلن باشه و ناراحت میشه. نه که مخورن اونا مزخرف. اما اما توی اتاق رفیق آرجیبیشو میبینه که میگه بهترین شب عمرشو با این داشته و ازش میخواد که دوباره. اما این میگه لبات رو لبات فشار بده، صداتو در سینه حبس کن، داد نزنی ها،
اگه درد خیلی فشار آورد و میگه من فقط به شوهرم میدم و میره. و توی جشن با هم میرن یه گوشه و میگن درسته جاش کمر خروسی و کوچیکه یا اما پرتوقع، اما هیچ کی خودشون نمیشن و یه بوسه داغ میگیرن که باز بچه ها میان و نمیذارن. مزاحم اومد. مرد و زنه هم تصمیم گرفتن شب و یواشکی وقتی بچه ها خوابن شلاب شلوب کنن و تمرین. نزنیا لایک و ساب دیز و بازیاتون نره رفقا. تا پنجشنبه بعد فعلا بدرود.